بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی رسان. سلام و درود. من مهدی کاظمی هستم و اینجا استودیوی شرکت مانو. امروز میبینیم که خیلی از کسب و کارهای کوچیک و متوسط به دنبال بهبود عملکرد خودشون هستن و سعی میکنن با استفاده از ابزارهای مختلف تصمیمای دقیق تر و هوشمندانه تری بگیرن. ما هم دقیقا با همین هدف اومدیم و مفهوم KPI یا حالا بهش میگن شاخص کلیدی عملکرد رو در قالب یک ابزار دیجیتال پیاده سازی کردیم تا شما به عنوان مدیر کسب و کار، به عنوان مدیر عامل در کسب و کارت، به عنوان رهبر در کسب و کارت یا صاحب کسب و کار بتونی به صورت حالا ساده تر، دقیق تر، قابل اندازه گیری تر عملکرد کسب و کارتو بسنجی و مدیریت کنی. خب برای استفاده از این ابزار لازمه که ما بریم در قسمت شرکت های سایت محافظ اسرار نهان آریا و از قسمت ورود مدیران به صفحه داشبورد خودمون ورود کنیم. خب همونطور که در این قسمت میبینید داشبورد ساده‌ایه. در قسمتی که موس من در حال حرکت هستش ما قراره که سیستم های مختلف رو داشته باشیم و هر زمان که چارت های ما پر بشه، اطلاعات ما پر بشه، اینجا به صورت نمودارهای خطی و نمودارهای گوناگون پر میشه. خب برای اولین کار که ما بخوایم یک KPI ایجاد کنیم نیازه که روی فرم و شاخص بزنیم، ایجاد فرم و شاخص رو بزنیم و یک صفحه برامون باز میشه. اینجا باید بیایم انتخاب کنیم که چه نوع از فرم یا شاخص رو میخوایم در نظر بگیریم. آیا قرار شاخص عمل کرد باشه، قرار فرم باشه، نظرسنجی باشه یا بازخورد برای مشتری باشه. این ویدیو مختص KPI هستش و من این رو فقط برای KPI میرم جلو. خب نام اون KPI رو حالا ما باید مشخص کنیم که من میذارم فروش آبان ماه توی پرانتز روزانه. خب در قسمت بعدی باید مشخص کنیم که روند پاسخدهی کی به کی هستش. ما برای KPI یه روند روزانه داریم، هفتگی داریم، ماهانه داریم، فصلی داریم و در نهایت سالانه داریم که محدودیت ایجاد میکنه برای پرسنل ما که روزی یک بار یا حتما روزی یک بار رو حداقل فرم KPI رو پر کنن. عمومی بودن یا نبودنش برای اینه که تمامی کارمندان ما بتونن بهش دسترسی داشته باشن یا نه، که من روی بله میذارم و توضیحاتش هم تمام چیزی که باید توی پر کردن اون KPI کارمند شما، نیروی شما، پرسنل شما بهش اهمیت بده رو اینجا میذارید. به عنوان مثال این توضیح برای شماست. همکار عزیز، روی ایجاد که من اینجا بزنم برای من یه فرم دیگه، یک باکس دیگه باز میشه و میتونم بیام سوالای خودم رو اینجا تک به تک پر کنم. به عنوان مثال من یکی از سوالاتی که میخوام بپرسم اینه که تعداد تماس گرفته شده رو میخوام از کارمندان بپرسم. متن راهنما من اینجا چون میخوام فرقش رو با توضیحش بفهمید می‌نویسم این متن برای خب
و در قسمت بعد نوعش رو میام انتخاب میکنم که تعداد تماس وقتی میاد به صورت عدد ما این رو وارد میکنیم. حالا توجهتون هم میخوام جلب کنم به قسمت نوع نمودار که بهش میرسیم. ترتیب اصولاً باید یکی یکی از بالا به پایین باشه، یعنی یک بالاترین سوال ما و دو پایین ترین سوال ما. این داخل توضیحات تمام توضیحاتی که قرار بگیره رو شما میذارید. حالا فارغ از این که به گزینه‌ها و قوانین اعتبارسنجی نیازی نیست که ما کار داشته باشیم، در بقیه موارد خیلی نیازه که کار بکنیم. امیدوارم که باشه. من یک لحظه سریع این رو ایجاد کنم. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت هیچ فیلدی ما نداریم. وقتی روی نوع میزنیم و اون رو روی عدد میذاریم، یک فیلدی به نام نوع نمودار برای ما باز میشه که من فعلا میذارمش روی خطی. الزامی بودن یا نبودن اون رو مشخص میکنیم که ما میگیم بله. و اولین سوال ما ایجاد شد. حالا به ترتیب ما این سوال ها رو نویسیم. خب و هر چند تایی که ما بخوایم میتونیم همینطور سوال اضافه کنیم. خب حالا میریم برای اینکه به این فرم و به این KPI بخوایم کاری کنیم که کارمند خودمون جواب بده. من اگر روی کارمندا بزنم و ایجاد کارمند رو بزنم، با وارد کردن نام، ایمیل و رمز عبور براش یک اکانت داخل شرکت های سایت اسرار نهان وارد میکنیم. حالا مهمتر از همینا اینه که کاربر شما فعال باشه. اگر یک روزی باهاش قطع رابطه کردید، بیایید و این رو از حالت فعال بردارید که خدای نکرد از دیتا شما سوء استفاده رو نکنه. خب حالا اگر ما بخوایم کارمند خودمون، پرسنل خودمون به این KPI جواب بده، باید چیکار کنیم؟ دوباره به سایت کمپانی شرکت های اسرار نهان میریم و روی ورود کارمندان میزنیم و با رمز و ایمیلی که برای شخص ثبت کردیم بهش میدیم تا بتونه وارد بشه. خب روی صندوق ورودی که کلیک کنه، ما اینجا میبینیم که فروش روزانه، اینا چیزایی بوده که از قبل بوده و یک KPI جدید برای پرسنل ما هستش که اینجا میتونیم روی افزودن پاسخ بزنه و وارد کنه که چند تماس در روز گرفته شده، مثلا 50 تا و تعداد تماس هایی که برقرار نشده و ردی بودن 10 تا و ثبت رو که بزنه پاسخ برای شما ارسال میشه و شما میتونید ببینید و روی چارت ها و روی نمودارها این رو ملاحظه کنید.
من مهدی کاظمی و اینجا استودیو شرکت مانا.